روز بخیر و السلام علیکم. یک بار آغاز برنامه رو از فروشنده شروع میکنیم. خوب توجه کنید. چوپان مال زیاد داشت، خیلی مال زیاد داشت و شیرش رو میجوشید، سحر برآورده آب خوش کرده به مردم میفروخت. تصور کنید چقدر مال داشت اما بر زمین باز زیاد شود گفته آب خوش میکرد. همین طریق بالای مردم این کار را کرد. روز سیل فرامد تمام مالهایش را شست و برد، غرق شدن همش. بسیار غمگین بود. بگاهش خواب رفت و صدای غیب صدا زد و گفت که ای چوپان، میدانی اینها کدام آب هستند؟ میدانی کدام سیل است؟ حیران، این همون آبهای بود که تو در شیرهایت آمیخته کرده فروخته بودی. آنها قطره قطره دریا شد و تمام مال را شسته برد. گمان میکنم که فهمیدید. از این سبب دوستان، وقتی که شما مهم هستید، وقتی که شما به مردم ضرور هستید، مالتان را، بارتان را، داروتان را قیمت نکنید، چون قطره قطره دریا می شود، از جای 10 برابر 100 برابر زیاد برآمده می رود. این تنها دلیل بود. خداوند در یکی از آیاتش میگوید که انما المؤمنون اخوتون، تمام مؤمنین مسلمان ها با همدیگر مثل برادر و خواهر هستند. اگر که ما برادر و خواهر کی باشیم، ما باید که همه وقت یکدیگر را در همه حالت دستگیری کنیم. رزاق پروردگار هست. خداوند یگان وقت باور میکنید ما و شما بنده هاش را بی رزق نمیماند. خداوند رزق میتید. ما باید که به خداوند تکیه کنیم و برای آن نفرانی که امروز به همین کار دست میزنند، نرخی عادی را به نرخ چندین کرته بالا میبردارند، دیده و دانسته مسلمان هستند، گفتنی هستیم که مبلغی به دست می آوردی آنها با همین راه حرام است. حرام است. این در تمام فتواهای عالم اسلام هم هست. حرام است. پس چگونه دیده دانسته همین مبلغ حرام را گرفته برای فرزندان زن کودکاشان برده میخورند؟ این به شأن مسلمان و صفت مسلمان نازیبه است. پس خوب میشد که در این شب و روزها ما همه وقت یکدیگر را دستگیری کنیم. و یکی از صفت مسلمانی بهترینش همین است که برعکس نرخ مواد خوراک را در این شب و روزها هر چقدر توانیم باز ارزانتر کنیم. مردم خرسند میشن، مردم دعای نیک میکنن، مردم که انشالله دعای نیک کردن انشالله خدا برکه میده. برنامه رو شروع کردیم دوستان، چون گفتیم السلام علیکم به شما سلامتی خواهان هستیم در این روزهای بی نهایت دشوار. چون هر وقت باز از چیزی ساده شروع میکنیم. اولین این است که گفتنی هستیم که بی ضرورت به کوچه نبروید. بی ضرورت به کوچه نبروید. کوشش کنید که همین مسافه رو نگاه دارید. در خانه شیشتن شما افضلتر است. در خانه شیشتن شما خوبتر است نظر به آنی که شما میبروید یا کاری دیگر میکنید. اما نه در همه جا این رو جاری میکنن. اکثر مردم میگن ای همی خدا نخواهد نمیشود، ای همی چی که خدا خواهد همون میشود. آخر دوستانم اینقدر ساده نشوید. خدا عقل داده است. خدا عقل داده است. اول پیشگیری کنید بعد توکل کنید. این نمیشود که وقتی که شما رو عقل داده است دیده ایستادید که دیوار نیمه هست، شاید افتاد، بعد گفته رفته تگش ننشینید. یا کمی کوچه‌ای که پر از ماشین است، کوچه پر از ماشین است، نقلیات است، یک بار دویده نمیبرویم. خداوند عقل داده است تو که با عقل کار کنیم و بعد ثانی توکل کنیم. و کوچه برآمدن ما یک چیز دیگر. در دهات جایها حاضر هم بی نهایت دهات جایها خصوصا بی نهایت همین طور هستند که توکلش به خدا ای سلام قچاقان موس قچاق. باز اگر که ساده کرده فهمونیم جنازه هم می شود قاعده را رعایت نمیکنند. در نماز جنازه وقتی که اشتراک میکنند مردم ما باور کنید طلبات ها را امروز رعایت نمیکنند.
طلبات ها باید که حتما رعایت کرده شود. از آن جمله گرفتن نقاب، نگاه داشتن مسافی بین جنازه خوانها 1.5-2 متر باید که رعایت کرده شود. در آن صورت اجازت هست که در صورت رعایت کردن این طلبات ها در نماز جنازه مردم اشتراک کنند. اما خوب میشد بهترین راهش توصیه طبیبان هم همین است، موافق طبق سنت پیغمبر علیه السلام هم همین است که خودمان را، اهل عائله‌مان را از سرایت یابی گرفتاری این بیماری وبای عصر امروزه نگه داریم. باقی خداوند نگهبان هر یکی ما و شما. شما در خانه خودتان балон ро гӯё ки оташ мезанед. ҳамин балон аст. гарчанде ки шумо намехоҳед, шумо дар хонаи худтон ҳастед, ба дигарон ҳеҷ зарар нарасонед, аммо дуди сиёҳи ӯ паҳн мешавад ба тамоми ҳамсояҳо зарарашро мерасонад. барои ҳамон ин нафароне ки каме ҳам бошад, шумо оқил ҳастед, бофаҳм ҳастед, хешутабори худро фаҳмонед. خیش و تبار خود را شما ساده تر کرده فهمانید. بعدا نفرها اینترنت ندارن، بعدا نفرها تلویزیون تماشا نمیکنن، اما شما فهمانید، زنگ زنید گید که ای فلانی، ای تقا، ای عمک، ای بابا. آخر حالت همین چنین است. از خانه بیرون نبرایید. بعدا چیزهایی که گیگینی است آنها را رعایت نمایید. هر روز در تلویزیون ها میگویند چیکار کردن، در کار دستان را شویید، اینو آن. آخر من اگر ما نشویم هیچ کار کردن نمیتوانیم. ما باید یک مدتی معین باید در خانه نشینیم، یک مدتی معین است کوتاه، تا که همین بلا پدید شود، همین بیماری، یعنی که آنهایی که بیمار هستند شفا یابند و آنهایی که سن سالشان. همین دویمو میگفتیم همین بیمار که شده این معنی این رو ندارد که میمورم تمام، نه. آخر استاتستیک جهانی رو دویمو میگفتیم که از همین 180-90% تبابت مییابند، 80-90%ش تبابت مییابد. همش روز بر میگردد از ایمونیتیت انسان، ارگانیسم ایمونیتیت انسان که باید به قوت باشد. اگر که شما ترسیدید ایمونیتیت شما پست میشود و او بالای شما غالب میکند. میگن در همون زمان ها یکی از مردان انصار که در همسایگیش یک نفر دیگر بود، خرمای این همسایه در حولی این مرد انصاری بود. این به بهانه همان خرما هر وقت و به وقت به خانه این مرد انصاری می آمد. به جان او رسید و گفت همسایه، دوست عزیز، تو دیگر با این کار را داری بعضی قانونها را رعایت نمی کنی، بهترش تو اول اجازت پرس بعد به خانه من بیا. می گفت این خرمای خودم است، من هر وقت خواهم آمدن میگیرم. مرد انصاری دید این حرفش رو گوش نمیکرد، به نزد پیامبر شکایت برد. پیامبر او را دعوت کردن، گفتن که بیا من در برابر این یک بیخ خرمای تو، این درخت خرما، به تو یک خرمای دیگر در دیگر جا میدیم، تو این را از بحرش گذر. این گفت که من نه، من همون خرمای خودم برای خودم. گفتن من در برابرش 10 درخت خرما به تو میدیم. باز هم قبول نکرد. گفتن من به تو در بهشت خرما وعده میدیم، بیا از بحر این درخت گذر. باز هم نگذشت. سپس پیامبر به او گفتن تو بسیار یک مرد لجباز بوده ای و یک مردی ضرر رسان بوده ای. در اسلام ضرر رسانیدن جایز نیست. خوب، این قاعده فقهی که یک اصل است و چندین فتوا هم از روی این قاعده گرفته شده است، از این حدیث منشأ میگیرد. حالا ما طبق این قاعده که ضرر جایز نیست، علما میگویند که حتی ضرر رسانیدن نه به خود انسان نه به دیگران. بیاید از خودمان شروع میکنیم. برای چی ما حق نداریم به خودمان ضرر رسانیم؟ زیرا دوستان عزیز، اگر ما به خودمون نگاه کنیم، در اصل ما میپنداریم که این تن ما هست، لیکن این یک امانتی است برای ما. این تن در اصل حامل روح خداوند است، یعنی این تن وظیفش این است که روح خداوندی رو میکشد. حالا روح خداوند چیست؟ در کجا هست؟ در تن ما. چون خداوند صراحتا در قرآن میگوید که وقتی که من آدم را آفریدم، استعیذ بالله، و نفخت فیه من روحی، من در وی از روح خودم دمیدم. یعنی وقتی که خداوند انسان را آفرید، آدم را دید بسیار یک آفریده، یک مخلوقی با شرافت است، گفت من باید در انسان از روح خودم دمم. هیچ چیز شایسته تر جز روح من در انسان نیست. به این خاطر خداوند روح خودش را در ما دمید. و این تنی ما که ما فکر میکنیم همین تن است،
این در اصل وظیفش این است این روح خداوند را که یک مقصد معین یک میسیه ما در این دنیا داریم همین را کشاند. حالا بیاید یک مثال محسوس تر میزنم. شما تصور کنید قرار است از این شهر ما به یک شهر دیگر بریم و برای ما یک ماشین میدهند و پول میدهند، سرمایه، همون که در راه خراجات میکنیم، خراجاتی را. خوب این ماشین را با این پول به ما میدهند که ما از این شهر به دیگر شهر رویم. حالا عقلا ما فکر کنیم چی کار کنیم؟ باید ما این ماشین را آیا عقلانی است که برده زده ویران کنیم یا که او را خوب نگاه بین نکنیم؟ اگر ما به این ماشین این طور معامله کنیم قطعا این ما را به منزل نمیرساند، در نیمه راه دیگر میمونیم. برای اینکه ما به منزل مقصد رسیم باید این ماشین را هم خوب نگاه بین کنیم، یعنی برای اون مواد سوخت ریزیم، روغن ریزیم، قسم های تکنیکی او را نگاه بین کنیم، خوب او را نگاه کنیم تا اینکه این ما را به آن شهر برده رساند و ما مقصدمان را اجرا کنیم. حالا پس در اینجا در این مثالی که زده ماشین این تنی ما هست، آن سواره یا که همون مسافری که باید رود روحی ما هست، آن سرمایه که به ما دادن هم پول و هم امکاناتی که در دست ما هست. حالا عاقلانه هست که ما اکثرا امروز متاسفانه دو گروه، یعنی که در هر دو طرف زیادروی میکنیم. یک گروه اول این سرمایه رو، این پول رو فقط روی ماشین صرف کردن، یعنی فقط روی جسم، اصلا روح رو فراموش کردیم. این خطا هست. یک گروه دیگر نه، گفتن این ماشین به ما در کار نیست، همش رو روی اون مسافر صرف کردن. این هم خوب نیست، چون ما به ماشین نمیتوانیم به اون مکانی دور رفتن. عقل میگوید که عقل سالم باید این سرمایه رو اندکش رو برای ماشین صرف کنیم، یعنی برای مواد سوخت و روغن دیگر چیزایی که گفتیم، و آن ماشین را تمیز و تازه نگاه داریم، چون برای خودمون. وقتی که این ماشین کثیف باشد، چرکین باشد، خوب نباشد، البته دل انسان نمیکشه، لیکن تازه باشد انسان دیگر برایش دلکش است. و یک قسم سرمایه رو باید برای آن مسافر، یعنی برای روح صرف کنیم. پس عقل سالم این رو میگه که این سرمایه رو تقسیم کنیم، هم برای ماشین و هم برای مسافر، هم برای جسم هم برای روح. برای این دوستانم ما حق نداریم این جسم را هر طور که خواهیم استفاده بریم، چون چی طوری گفتیم این یک مرکبی هست که قرار است روح خداوند رو برده رساند. و در شرایط امروزه ما حق نداریم برآمده در بیرون ها بے پروایانه در بین جای میدونیم که وبا هست و ویروس هست گشت و گذار کنیم، چون ممکن است به این ماشین، یعنی به این جسم، یک ویروس سرایت کنید و ویران شود، از بین رود. در نتیجه میسیه یا اون مقصدی اصلی ناتمام میماند. طبق این قاعده پس باید ما از این جسم مراقبت کنیم، یعنی کرانتین باشه، در خانه مونیم، کاری نکنیم که ما این جسم را گرفتار کنیم. این بود ضرر رسانیدن به خود ما. حالا ضرر به دیگران. برای اینکه ضرر به دیگران رو توضیح دهیم، خداوند در قرآن بسیار یک آیه زیبا دارد. در سوره مائده آیه 32 یک آیه خداوند آورده است که گویا مثل یک ترازو است که دو کف دارد و همین ترازو را در نزد ما مانده است و به ما میگوید که مرحمت، خواهی این کفی ترازو برو، خواهی این کفی ترازو، و هر دو کف را هم برای ما معرفی کرد. خداوند در این آیات میگوید استعیذ بالله من قتل نفسا، هر کس یک نفس رو، اینجا نفس یعنی معنی مطلق است، نگفت زن یا مرد، نگفت ملتش چی، نگفت مسلمان یا غیر مسلمان، هر کی، یعنی عموما انسان، هر کسی میگه یک نفر رو اگر کشد به اینکه به غیر حق و به اینکه او فساد در روی زمین کرده باشد، مثل این میمونه که تمام مردمی روی دنیا رو کشته باشد. هر کسی یک نفر رو کشد گویا تمام مردمی روی دنیا رو کشته باشد. این یک کفی ترازو است. کفی دومی ترازو چی میگه؟ هر کسی یک نفر را نجات بخشد، حیات بخشد، او را نجات دهد، میگه مثل این میمونه که مردمی تمام روی زمین را نجات داده باشد. حالا این دو کفی ترازو که این آیه برای ما میگه مرحمت. هر کدام ما هموطنان عزیز میتوانیم یا در این کفه باشیم یا در این کفه. چطور؟ رفت و اگر ما بی‌پروایی کردیم، رفت و اگر ما به این آنچه که مثلا متخصصان میگویند در جاهای آمگر بیهوده ظاهر شویم بدون مسکه و اون نقابی که برای ما گفتن، یعنی مراقبت نکنیم آنچه که آنها میگویند، معلوم است که ما آن بیماری رو میگیریم و نه تنها به خودمون
به خانواده خودمون، به دوستان خودمون، به اون کسی که با ما رفت و آمد ارتباط دارن سرایت میکنیم اونها رو و ممکن است که یکی از آنها بمیرن یا که هیچ نشده. ممکن است که ما سببکار پهن گردیدن این بیماری میگردیم، در نتیجه کاری طبیبان و دیگر دولت همه را مشکل میکنیم. اگر یک نفر از پشتی این کاری ما بمیرد، ما به این حکم را میگیم که گویا تمام مردم روی عالم را کشته باشیم. اگر رفت ما یک نفر را نجات دهیم، گویا اینکه ما همه را نجات دادیم. چطور؟ در خانه نشستیم، کاری کردیم که مثلا به یک بیچاره خیر و کمک کردیم که او به بیرون نرفت. حالا ما با کمترین امکانات میتوانیم، حتی اگر یک سامان هم نداشته باشیم، میتوانیم یک نفر را نجات دهیم. همین که خودمون آرام در خانه نمیشیم، همین که خودمون ناقل نباشیم، کسی نباشیم که این بیماری را به دیگران سرایت کنیم، این خودش هم بهترین کار است. قصه از مولانا جلال الدین رومی تکرار است، اما حاضره در زمان ما ضرور است. صاحب خانه قبخان میگذارد، مشقپک در همون آغل. موش وقتی که این حالت را میبیند بسیار غمگین میشود. میرود نزد گاو، میگوید که ای گاو، صاحب خانه قبخان گذاشته است، چیکار کنیم؟ گاو تبسم کرده میگوید قبخان تو به من چی اهمیت دارد؟ چی دخل دارد؟ میرود نزد گوسپند، میگوید که ای گوسپند، صاحب خانه قبخان گذاشته است، او هم چنین میگوید. میرود نزد خروس، میگوید ای خروس جان، صاحب خانه قبخان گذاشته است، چیکار کنیم؟ او قبخان تو به ما چی دخل دارد؟ موش غمگین داخل سوراخی میشود و به جای موش مار میافتد در همون قبخان. زنی صاحب خانه وقتی گاوجوشی میآید، زنی صاحب خانه رو میگزد، زهرآلود میکند. طبیب میآید، میبیند حالتش دشوار، میگوید که برای این خوراک‌های سبک لازم یا دیتی چیز که میبینیم. بعد چیکار میکنن؟ میبیان خروس رو میگیرن، ضبط میکنن، میکشن خروس رو. تا رفت حالتش بد میشود، مهمان بین ها خیلی زیاد میبیان، میبیاد گوسپند رو ضبط میکنن، میکشن برای مهمان ها دیگر. و با همین زهر مار غلبه میکند، این از حالا میگذرد. زن برای معرکه باشد، گاو را ضبط میکند، میکشد. فهمیدید؟ چیزهای ساده است بزرگان برای شما قصه آوردیم. ما باید سرچشمه‌اش را نابود کنیم، اما برای این همه باید ما شویم، یک دیگر شویم. و حتی میگن که بیهوده دارو نخره، این پیشکی بیهوده داروهایی که ضرر دارد دارو خری نکنه، یا بیهوده دویده و از چند مصلحت ها هست که از اونها استفاده برید. و این رو هم فراموش نکنیم که فروشندگان عزیز، این کاری که شما میکنید، این کاری که امروز شما کردید که تمامی بیچاره مردم از دست شما به داد آمدن، کمتر از دشمنان بیرون نیست. حالا حتی شما بدتر از اونهایید، چون مردم ملت علیه دشمنی بیرونی خودش رو میدونند با اونها چطور معامله کنند، لیکن شما رو نمیشناسند. شما در داخل ایستاده ریشه بر تیشه ملت میزنید. این خیلی سنگین است، چون ملت ندانسته ریشش تیشه خود ایستاده است از دست شما. یعنی کوشش کنیم هموطنان عزیز، فروشندگان عزیز، در این کفه ترازو نباشیم، چون این کفه ترازویی که اولی قسم اولی آید بود به نهایت جوابگری سنگین دارد، هم در نزد ملت، هم در نزد قانون، هم در نزد خداوند و هم در نزد وجدان خودتان اگر وجدان دارید. اما کفه دومی ترازو که بسیار یک بشارت داده است، خوش به حال طبیبان امروزی تاجیک که در صف اول ایستاده با این ویروس مبارزه میبرند. در سطح اول، در قدم اول شما میایستید. در قدم اول آن کسانی که ذره هم باشد کوشش میکنند تا این ویروس بیشتر پهن نگردد، ذره هم باشد دلشون برای خلق و ملت و وطن میسوزد، در داخل ایستاده کوشش میکنند پیش این راه رو گیرند. خب با طریق یک صحبت، با طریق یک دلبرداری، یا اینکه مبلغ کمک میکنن، یا به یک بیچاره، خلاصه به هر طریق ما میتوانیم در امروزه کار، در امروزه وبا سهمگزار باشیم و در پهلوی ملت خودمون باشیم که هر دوی حالت رو هم، چی حالتی بد چی حالتی خوب رو ملت هیچگاه فراموش نمیکنند.
و برای سالهای سال این در خاطر و یادی ملت باقی خواهد ماند. حالا یک قانون کلی دیگر است که در تمام ادیان آسمانی این پنج چیز حرام است در تمام دین‌های آسمانی. اول، آن چیزی که ضرر به عقل ما میرساند حرام است در تمام دین‌ها. دوم، آن چیزی که ضرر به حیثیت و آبرو و شرافت یک انسان میرساند حرام است. آن چیزی که ضرر به مال انسان، به اقتصاد مردم میرساند حرام است. آن چیزی که ضرر به نسل انسانیت میرساند حرام است. آن چیزی که ضرر به دین انسانیت میرساند حرام است. بیاید هموطنان عزیز، هر کاری که میکنیم این رو مثل یک قالب تصور کنیم و در داخل این اندازیم. اگر این 5 تا بود، دانیم که از این کاری ما نه انسانیت راضی است، نه خداوند راضی است، نه وجدان خودمون اگر وجدان سالم باشد. پس دانسته کارمون را کنیم و امروز وقتی رسیده است که هر کدام ما در پهلوی ملت باشیم. اگر توانیم ذره هم باشد سهممون را از این گذاریم. ما میفهمیم که در کرانتین در خانه نشستن بسیار دشوار است، اما یک بار شعری خانه شوید. در این بسیارتر کامنتاری می نویسند که یگون چی شد ای شعری نر نمیدونم برای چی بین مردم معرفی شده است. همین اگر شما شعری خانه شوید چگونه خود یا زیر یک نفر برای شما ساده کرده میفهماند. از شما یک سوال پرسم که اگر خدا نکرده به همین شب و روزا اگر یک جنگ جانی سوم میخسته و از همین سبب همین ماها بدون بمب و بیشی به تخانه ها، بدون خانه های پناه میشتیم، کوچه بمب افتاده، ایسین آوازهای مرده، ایسین آدم هایی که یردار شدگی ها تو فلان جنگ، همه مردا به جنگ رفتیم. شما و زنتان خانه شده، همین مرد شده حاضر بزن و بچه‌تان چا میکرده؟ چی میگفته؟ گیته میزریده نه؟ جنگ میکرده؟ یا کی نبارو دل برداری داده همون خوریتان من هستم، اول خدا میگذاره چه کم نباشه هستمی نیستمی کاری کرده من یه لبنان یافته میبارم، اول شما میبینم غم نخوریتان من هستم، اول خدا بیزادشیم خدا خان این روزهای میگذاریم دل برداری میدادتان مرد شده. البته هم تو میگیتان که بی البته ما آدم کن همین کار اگر مرد به همین وقت نکنه اگر کار میکنه. دوستان عزیز خیلی حاضر ما خانه شدیم، جنگ نیست خدا بشکر، بمب نیست، تانک ها به کوچان نگشتین، یگام آدم یردار نشده با خانه شده بجایی که دل برداریتیم با هم دیگر چا کار سادیم؟ زفتو زنم جنگ و جدال تو کی بودیم من کی بودم گرگرگویی برای چی؟ چوه؟ چونکه کوچه به جنگ نیست، حاضر مانندی جنگ باریم. خیلی جنگی توفانی نه خدا بشکر خدا هم خیلی کرده که یک تا میکروبی مایده همه بدون قفص رده مونده. مقصد خدا نشان میده که بچه من نگوی تو خیال نکن که ما آدم شده به کسموس پرواز کردیم دنیای صاحب شده میفته. این دنیا صاحب داره، صاحبه خاطرت فراموش نکن. لیکن دوستانم خاطره اگر ما شرومیه مرد شده اگر خانه شده اگر یاردم نیتیم معاملی نک نکنیم یعنی تو دل برداری نیتیم اگر به چی ما مرد به چی؟ ابراهیم دوستان و عزیزان برمیش ما مراجعت کرده طلب دارم خیال کنید که حاضر خدا نکرده جنگ رفت لیکن خدا بشکر جنگ نیست دیگه خیلی جنگ. این وقت به مرد شده نکار، مرد کارش باید خانوادهش سرپناه کرده با پشاقش گرفته باید دل برداری یک گویکی بینو نترسیتون من هستم چی که نباشه کار کرده خدا خواهد همین روزگارانه یک جایه به سلامتی به نکی به خورسندی میگذاریم. ابراهیمین در وقت جنگ و جنجال یا با وقتی اگر همون رنگ دیوانگی کشاله کردنش خدا ما خودمای اسپکایت کنیم، خدا ما خودمای اینطور آرام کنیم گویم که جنگ رفساده تو مرد نام داری، مرد شده گرزنده که زنه توی بجه آرده، بچه ها توی دیوانو کرساده احال برساده، اینش ساده اینش توفانی کرساده بدون خانه اشتن مرد شده آموخته نیستیم ها. بشا کنیم خیال کنید که خدا نکرده حاضر جنگ رفساده لیکن با خدا با رحمانیت این جنگ دما دیگه خیل با شالومی خدا بشکر
مگزین براندن ممکن، دکان ها خدا بشکر سیری پوری، اوقات هست، خوراکواری هست، تلویزیون هست، کتاب هست، سیدور هست، تیلی مؤسسه تفرین هست. خودمو به خودمو خوجین شده یعنی تو پریدگاه کرده پگوی ساعتشان خستن نماز شهریت خونیم، یک چند بند تیلیم خونیم، یا 3-4 تا حلاخای پیشهای خونیم، خانه تایرگیری دیدن، تازگی خانه بزن بچه ها یاردم دادن، یکی یک جا دستیاری کرده. مرد بودگی ما دوستان عزیز خواست نشان دادن در کار. اگر همین کار رو کنیم دوستان عزیز، باور کنید تا این روزا خود خود میگذره، ولی که این کاری نیکی کردیم ما هیچ وقت اخاطر زن اخاطر بچه ها فراموش نمیشه. انا دوستانی عزیز، راستی سخن گویم سخن خیلی زیاد است، اما نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چوچراغ پیش کور است. خود را احتیاط کنید و نزدیکان خود را احتیاط کنید. سلامتی شما در دست خود شما است. در حق یکدیگر دعاگو باشید. در این وقتهای خالگی در خانه با عبادت باشید و با پروردگار نزدیک بشوید. شما را دوست می‌داریم، از این سبب گاه سخت میگوییم. خدا حافظ تا برنامه‌های دیگر.